روز قیامت وقتی شما زنده میگردید، در گردنهای شما نامه های اعمال شما مثل گردنبند واری کشال میستد و او را ما کشاده میگردانیم و میگوییم بخوان کتابت را. آن روز شما این کتاب میخوانید، از کردارهای نیک و بدتان شما خود در آن روز آگاه میشوید. فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. خداوند در قرآن میگوید وقتی که اگر شما را من نامه اعمالتان را به دست راستتان دادم چی میشود؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. آسانی تو حسابی تو بسیار به آسانی انجام می‌یابد. تو در حالت حساب نجات می‌یابی. و ینقلب الی اهله مسرورا. وقتی که نامه اعمال تو به دست راست تو داده شد، تو خندان و شادان به نزد اهل خود وارد جنت می‌گردی. این قرآن برای ما و شما حکایت می‌کند. و اما من اوتی کتابه وراء الظهر فسوف یدعو ثبورا و یصلی سعیرا انه کان فی اهله مسرورا انه ظن ان لن یحور بلا ان ربه کان به بصیرا. خدا میگوید وقتی که اگر نامه اعمال شما به دست چپ شما داده شد یا از جانب پشت شما داده شد، این حالت شما هلاک خواهید شد. و یصلی سعیرا و شما وارد دوزخ میگردید. انه کان فی اهله مسرورا. این آدمی که به دست چپ خدا میگوید نامه اعمالش گرفته بود، در دنیا با خانواده خود خیلی خرسند بود. حتی چنان ماشین های رنگارنگ و چنان منصب و دولت وی را مست مغرور کرده بود که بار قیامت یادش نمی آمد. حتی در بین همون اولاد خودش بسیار خوشنوده بود که میگفت که این قیامتم حق نیست، این حسابم حق نیست، نامه اعمالم حق نیست. انه ظن گمان میکرد. خداوند میگوید در گمانش میگذشت. چی میگذشت؟ اینکه دویم باره زنده شدن نیست. لیکن خداوند میگوید بله انه کان، بله میگوید خداوند، بلکه این نامه اعمالم حق است، روز قیامتم حق است و جواب سوال و جوابم حق است. فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها اقرأوا کتابیه. در دیگر جای قرآن خدا چی میگوید؟ وقتی نامه اعمال را به دست راست دادیم، ها اقرأوا کتابیه. ها مفسران میگن این معنای بگیرید را دارد. فریاد میزد است بگیرید کتاب من را بخوانید. وقتی به دست راست ما و شما میداد است، این الک مژده نجات است. میگفتند فریاد میزدند بیایید کتاب من را بخوانید. اینی ظننت، من گمان میکردم اینکه روز قیامت البته با حساب خود